به نام خداوند مهربان. نتایج آزمایشات چربی خون و قند خون اشتراک کننده های تحقیقات در منطقه سالی آهاباد ولسوالی اوبی. آیدی اولی او 11 سی 22 ایم 01 است که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 118 نرمال هست، کلسترول 145 نرمال هست، HDL 44 نرمال هست، LDL 77.4 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون در حالت ناشتا یا حالت گرسنگی یا ایپیس هم 68 هست که پایین می باشد. آیدی بعدی او 11 سی 22 ایم 02 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 152 هست که به حد مرزی یا مرز بالا قرار دارد، کلسترول 162 نرمال هست، HDL 41 نرمال هست، LDL 90.6 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون در حالت ناشتا یا گرسنگی هم 151 هست که بالا می باشد. آیدی بعدی او 11 سی 22 ایم 03 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 145 نرمال هست، کلسترول 198 نرمال هست، HDL 40 نرمال هست، LDL 129 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون در حالت ناشتا یا گرسنگی یا ایپیس هم 152 هست که بالا می باشد. آیدی بعدی او 11 سی 22 ایم 04 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 121 نرمال هست، کلسترول 132 نرمال هست، HDL 52 نرمال هست، LDL 55.8 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون در حالت ناشتا یا گرسنگی هم یا ایپیس 67 هست که پایین می باشد. آیدی بعدی او 11 سی 22 ایم 05 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 115 نرمال هست، کلسترول 132 نرمال هست، HDL 44 نرمال هست، LDL 65 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون در حالت ناشتا یا گرسنگی یا ایپیس هم 76 هست که نرمال می باشد. آیدی بعدی او 11 سی 22 ایم 06 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 167 هست که به حد مرزی یا مرز بالا قرار دارد، کلسترول 142 نرمال هست، HDL 49 نرمال هست، LDL 59.6 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون حالت ناشتا یا گرسنگی هم 92 هست که نرمال می باشد. آیدی بعدی او 11 سی 22 ایم 07 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 173 هست که بعد مرز یا مرز بالا قرار دارد، کلسترول 154 نرمال هست، HDL 42 نرمال هست، LDL 77.4 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون در حالت ناشتا یا ایپیس هم 76 هست که نرمال می باشد. آیدی بعدی او 11 سی 22 ایم 08 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 121 نرمال هست، کلسترول 118 نرمال هست، HDL 59 نرمال هست، LDL 34.8 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون در حالت ناشتا یا گرسنگی یا ایپیس هم 78 هست که نرمال می باشد. آیدی بعدی او 11 سی 22 ایم 09 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 136 نرمال هست، کلسترول 144 نرمال هست، HDL 40 نرمال هست، LDL 76.8 هست که نرمال می باشد. نتیجه آزمایش قند یا شکر خون حالت ناشتا هم 117 هست که بالا می باشد.
آیدی بعدی O11 C22 ایم 10 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 114 نرمال هست، کلسترول 144 نرمال هست، HDL 43 نرمال هست، LDL 78.2 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون در حالت ناشتا یا گرسنگی یا EPS هم 71 هست که نرمال می باشد. آیدی بعدی O11 C22 ایم 11 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 219 بالا هست، کلسترول 168 نرمال هست، HDL 40 نرمال هست، LDL 84.2 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون در حالت ناشتا یا گرسنگی یا EPS هم 73 هست که نرمال می باشد. آیدی بعدی O11 C22 ایم 12 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 159 هست که بعد مرزی و مرز بالا قرار دارد، کلسترول 126 نرمال هست، HDL 56 نرمال هست، LDL 38.2 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون در حالت ناشتا یا گرسنگی یا EPS هم 84 هست که نرمال می باشد. آیدی بعدی O11 C22 ایم 13 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 139 نرمال هست، کلسترول 118 نرمال هست، HDL 46 نرمال هست، LDL 74.2 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون در حالت ناشتا یا گرسنگی یا EPS هم 71 هست که نرمال می باشد. آیدی بعدی O11 C22 ایم 14 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 107 نرمال هست، کلسترول 107 نرمال هست، HDL 61 نرمال هست و در بهترین وضعیت قرار دارد، LDL 24.6 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون در حالت ناشتا یا گرسنگی هم یا EPS 72 هست که نرمال می باشد. آیدی بعدی O11 C22 ایم 15 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 119 نرمال هست، کلسترول 125 نرمال هست، HDL 54 نرمال هست، LDL 47.2 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون در حالت ناشتا یا گرسنگی یا EPS هم 80 هست که نرمال می باشد. آیدی بعدی O11 C22 ایم 16 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 137 نرمال هست، کلسترول 110 نرمال هست، HDL 51 نرمال هست، LDL 67.6 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون در حالت ناشتا یا گرسنگی یا EPS 71 هست که نرمال می باشد. آیدی بعدی O11 C22 ایم 17 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 149 نرمال هست، کلسترول 114 نرمال هست، HDL 62 نرمال هست و در بهترین وضعیت قرار دارد، LDL 22.2 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون در حالت ناشتا یا حالت گرسنگی یا EPS هم 82 هست که نرمال می باشد. آیدی بعدی O11 C22 F01 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 179 هست که بعد مرزی و مرز بالا قرار دارد، کلسترول 153 نرمال هست، HDL 41 پایین هست، LDL 76.2 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون در حالت ناشتا یا حالت گرسنگی یا EPS هم 204 هست که بالا می باشد. آیدی بعدی O11 C22 F02 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 141 نرمال هست، کلسترول 186 نرمال هست، HDL 39 پایین هست، LDL 118.8 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون در حالت ناشتا یا حالت گرسنگی یا EPS هم 84 هست که نرمال می باشد.
آیدی بعدی O11 C22 F03 هست که آیدی مذکور یا فرد مذکور از جمله افرادی است که یا در هنگام خونگیری حضور نداشتند یا اینکه در وقت خونگیری از جمله افرادی بودند که حالت ناشتا یا حالت گرسنگی قرار نداشتند. به همین علت آزمایش خون فرد مذکور صورت نگرفته است. آیدی بعدی O11 C22 F04 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور در گلیسرید 151 هست که بعد مرزی مرز بالا قرار دارد. کلسترول 178 هست که نرمال می باشد. HDL 39 پایین هست. LDL 108.8 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون در حالت ناشتا یا حالت گرسنگی هم 79 هست که نرمال می باشد. آیدی بعدی O11 C22 F05 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 132 نرمال هست. کلسترول 106 نرمال هست. HDL 68 پایین HDL 68 هست که نرمال و در بهترین وضعیت قرار دارد که البته اینجا اشتباه تایپی شده و پایین نوشته شده است. LDL 11.6 نرمال هست و قند خون حالت ناشتا هم 118 است که بعد مرزی مرز بالا قرار دارد. آیدی O11 C22 F06 نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 151 هست که بعد مرزی مرز بالا قرار دارد. کلسترول 108 نرمال هست. HDL 62 نرمال هست و در بهترین وضعیت قرار دارد. LDL 15.8 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون حالت ناشتا یا FS هم 82 هست که نرمال می باشد. آیدی بعدی O11 C22 F07 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 103 نرمال هست. کلسترول 135 نرمال هست. HDL 49 پایین هست. LDL 65.4 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون در حالت ناشتا یا حالت گرسنگی یا FS هم 72 هست که نرمال می باشد. آیدی بعدی O11 C22 F08 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 119 نرمال هست. کلسترول 137 نرمال هست. HDL 41 پایین هست. LDL 72.2 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون در حالت ناشتا یا حالت گرسنگی یا FS 72 هست که نرمال می باشد. آیدی بعدی O11 C22 F09 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 205 بالا هست. کلسترول 132 نرمال هست. HDL 57 نرمال هست. LDL 34 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون حالت ناشتا یا FS هم 84 هست که نرمال می باشد. آیدی بعدی O11 C22 F10 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 181 هست که بعد مرزی مرز بالا قرار دارد. کلسترول 215 هست که بعد مرزی مرز بالا قرار دارد. HDL 35 پایین هست. LDL 143.8 هست که بعد مرزی مرز بالا قرار دارد و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون حالت ناشتا یا FS هم 82 هست که نرمال می باشد. آیدی بعدی O11 C22 F11 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 122 نرمال هست. کلسترول 176 نرمال هست. HDL 38 پایین هست. LDL 113.6 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون در حالت ناشتا یا حالت گرسنگی یا هم FS 94 هست که نرمال می باشد. آیدی بعدی O11 C22 F12 هست که این فرد نیز از جمله افرادی است که یا در هنگام خونگیری کلا حضور نداشته یا اینکه حضور داشتن اما در حالت ناشتا یا حالت گرسنگی قرار نداشتن و به همین علت
خون ایشان گرفته نشده و آزمایش خون صورت نگرفته متاسفانه. آیدی بعدی O11 C22 F13 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 132 نرمال هست، کلسترول 115 نرمال هست، HDL 64 نرمال هست و در بهترین وضعیت قرار دارد. LDL 24.6 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون در حالت ناشتا یا حالت گرسنگی یا هم FES 88 هست که نرمال می باشد. آیدی بعدی O11 C22 F14 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 115 نرمال هست، کلسترول 124 نرمال هست، HDL 59 نرمال هست، LDL 42 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون حالت ناشتا یا هم FES 73 هست که نرمال می باشد. آیدی بعدی O11 C22 F15 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 143 نرمال هست، کلسترول 162 نرمال هست، HDL 40 پایین هست، LDL 93.4 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون در حالت ناشتا یا حالت گرسنگی یا هم FES که با آن یاد می شود 87 است که نرمال می باشد. آیدی بعدی O11 C22 F16 هست که نتایج آزمایش چربی خون آیدی مذکور ترایگلیسیرید 108 نرمال هست، کلسترول 141 نرمال هست، HDL 42 پایین هست، LDL 77.4 نرمال هست و نتیجه آزمایش قند یا شکر خون در حالت ناشتا یا حالت گرسنگی که با آن FES یاد می شود 77 است که نرمال می باشد. با تشکر از توجهتان.